سلام دوستان، به کانال هنر مامایی خوش آمدید. با قسمت سوم پادکست های کنترل و مدیریت درد زایمان در خدمتتون هستم. احتمالاً این سوال براتون پیش میاد که منظور از مهارت تنفس چیه؟ چون مهارت به یه امری اطلاق میشه که نیاز به آموزش و تمرین داره، در صورتی که تنفس یه امر خود به خودیه. بله، این درسته که شما برای نفس کشیدن نیازی به آموزش و تمرین ندارید، اما در طی زایمان لازمه که به صورت ارادی از تنفستون استفاده بکنین و از فواید اون بهره مند بشین. در واقع مهارت تنفس از مهمترین مهارت‌های زایمانه. در این پادکست در مورد تکنیک‌های تنفسی در مراحل مختلف زایمان صحبت می‌کنیم. یعنی نحوه تنفس در طی انقباضات مرحله اول زایمان، نحوه تنفس در مرحله انتقالی و نحوه تنفس در مرحله دوم زایمان. البته قصد ندارم که از تکنیک‌های پیچیده که استفاده از اونها دشوار هم هست صحبت بکنم، بلکه فقط از ساده ترین، مؤثرترین، کاربردی ترین تکنیک ها صحبت خواهم کرد. پس تا انتهای پادکست همراه من باشین. چرا استفاده از تکنیک تنفسی مناسب در زمان زایمان اهمیت داره؟ اول اینکه ما باید به شیوهی تنفس بکنیم و شیوهی از تنفس رو انتخاب کنیم که بیشترین حجم اکسیژن رو به مادر و جنین برسونه. دوم، به صورتی تنفس بکنیم که باعث کاهش ادراک درد بشه. سوم اینکه با کمک تنفس بر شرایط زایمان مسلط بشیم و در نهایت با کمک تکنیک‌های تنفسی بتونیم زایمان سریعتر و راحت‌تری داشته باشیم. تنفس شکمی تکنیک تنفسی ساده‌ای هست که استفاده از اون در طی انقباضات مرحله اول زایمان میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه. بنابراین توصیه میکنم که همراه با تمرین‌های ورزشی دوران بارداری از تنفس شکمی استفاده بکنید، به طوری که بتونید با انجام تمرینات مستمر بر روی این تنفس کاملا مسلط بشین و در مرحله اول زایمان در طی انقباضات رحم به راحتی بتونین ازش استفاده بکنید. تنفس شکمی با تنفس سینه‌ای که تنفس معمول ما هست تفاوت داره. همونطور که میدونین در تنفس سینه‌ای با هر دم و بازدم قفسه سینه به بالا و پایین حرکت میکنه، اما تنفس شکمی مانند تنفس نوزاده. اگر به نوزادی که به آرامی خوابیده نگاه بکنین متوجه میشین که شکم نوزاد موقع دم و بازدم به سمت بالا و پایین حرکت میکنه. به این نوع تنفس میگن تنفس شکمی. با تنفس شکمی بیشترین اکسیژن با هر دم وارد بدن میشه و اکسیژن دقیقاً همون چیزیه که شما در زمان زایمان و انقباضات رحم برای خودتون و جنینتون نیاز دارید. تنفس شکمی که در زمان زایمان ما انجام میدیم به این صورت هست که یک دم عمیق از بینی به صورتی که عضلات شکم متصل بشن و سپس یک بازدم آهسته و طولانی از دهان به صورتی که عضلات شکم تو رفته بشن. خب، ممکنه دوستان تنفس شکمی رو در ورزش‌های مختلف به شکل‌های مختلفی آموزش دیده باشن، ولی آن چیزی که ما در زایمان استفاده می‌کنیم به همین سادگی هست. یک دم عمیق به طوری که شکم رو متصل کنه و یک بازدم آهسته و طولانی به طوری که شکم رو تو رفته بکنه. از اونجایی که ما به طور معمول به تنفس سینه‌ای عادت کردیم، ممکنه در ابتدا انجام تنفس شکمی به نظرمون مشکل باشه، ولی با کمی تمرین میتونید بر تنفس شکمی مسلط بشید. توصیه میکنم که حتما این کار رو انجام بدید. تجربه کار من با مادران باردار در زمان زایمان کارایی تنفس شکمی رو کاملا بهم نشون داده. بنابراین ممکنه که این نوع تنفس در زمان زایمان شما هم کمک بسیار خوبی براتون باشه. به دلیل اهمیتی که تنفس شکمی داره،
اجازه بدین چند لحظه با هم یک تمرین عملی بکنیم. لطفاً دستتون رو روی شکم بگذارید و حالا از بینی یک نفس خیلی عمیق بگیرید، جوری که احساس کنید نه تنها قفسه سینه‌تون پر از هوا شده، بلکه شکمتون هم پر از هوا شده و دستتون جلو بیاد. احساس کنید شکمتون متسع شده. خب حالا یه بازدم آهسته و طولانی از دهان به صورت فوت کردن. انقدر این کار رو ادامه بدین تا اینکه شکمتون تو رفته بشه، دستتون روی شکمتون فرو بره و تو رفتگی شکم رو احساس بکنید. اگر در واقع این کار براتون مشکل بود، میتونید این حالت اتصال و فرو رفتگی شکم رو برای اینکه بهتر متوجهش بشین با یه تمرین دیگه، یعنی بیاین به صورت برعکسی تمرین انجام بدین تا به این دم و بازدم مسلط بشین. فرض کنید یک شمعی رو در فاصله نسبتاً دوری از شما قرار دادن و شما میخواین با فوت کردن این شمع رو خاموش کنید. این کار رو انجام بدید. سعی کنید هوا رو به طور کامل از طریق فوت کردن تخلیه بکنید. میخواین اون شمع رو در فاصله دور خاموش بکنید. خب دستتون هم روی شکمتونه. اگر این کار رو، این فوت کردن رو عمیق انجام بدید، تو رفتگی شکمتون رو احساس خواهید کرد. این همون بازدم عمیقیه که در تنفس شکمی میگم. به دنبال چنین حالتی، حالا اگر یه دم عمیق بگیرید میبینید که دستتون اومد بالا، یعنی اتصال شکم رو هم احساس خواهید کرد و این همون دمیه که ما در تنفس شکمی میگیم. بنابراین میبینید که بسیار ساده است و فقط به کمی تمرین نیاز داره. در زمان زایمان تنفس شکمی رو فقط در زمان انقباض عضله رحم انجام بدید و در فاصله بین انقباض‌ها به صورت معمولی نفس بکشید. در واقع با شروع هر انقباض تنفس شکمیتون رو شروع بکنید و از مزایای اون بهره مند بشید. در تنفس شکمی در مقایسه با تنفس سینه‌ای با هر دم حجم بالاتری از اکسیژن وارد بدن میشه. اما این تنها دلیلی نیست که استفاده از تنفس شکمی رو در زمان انقباض‌ها توصیه میکنم. همونطور که در پادکست قبلی هم توضیح دادم، درد زایمان یه درد واقعیه، اما درک و احساس درد یک فرایند مغزیه. نکته مهم اینه که مغز ما اون چیزی رو درک میکنه که به طور غالب بر اون تمرکز کرده. بنابراین اگر شما در طی انقباضات رحمی منفعل باشین و فقط بر انقباضات و درد ناشی از اون تمرکز بکنید، طبیعیه که درد رو با شدت بالا احساس میکنید. اما تنفس شکمی یه روش خوبه برای انحراف فکر از درد و تمرکز بر فرایند تنفس. در واقع برای کاهش احساس درد باید همراه با هر انقباض رحم دم و بازدم شکمی رو انجام بدین و بر تنفستون تمرکز بکنید. شما میتونید تنفس شکمی رو همراه با سایر مهارت‌های زایمان به کار ببرید. همونطور که در پادکست قبلی مهارت حرکت توضیح دادم، میتونید تنفس شکمی رو هماهنگ بکنید با حرکاتی که انجام میدید. همچنین تنفس شکمی رو میتونیم با سایر مهارت‌هایی که به تدریج در این پادکست‌های آموزشی خواهم گفت ادغام بکنید. حالا با هم چند تمرین تنفسی برای مرحله اول زایمان رو انجام میدیم. تصور کنید که در مرحله اول زایمان هستین و دچار انقباض رحمی شدین. شروع بکنین به انجام تنفس شکمی. جریان طبیعی تنفستون رو مشاهده بکنید و به صدای جریان هوا در هنگام دم و بازدم گوش بدین و بر تنفستون تمرکز بکنین، نه بر انقباضات رحمی و درد حاصل از اون. تمرین بعد، تفکرات مثبتی رو با یک کلمه خاص مرتبط بکنید
و همراه با تنفستون با هر بازدم اون کلمه رو با خودتون تکرار کنید. این کلمه نشانه افکار مثبتیه که شما میتونین بر اونها تمرکز کنید. مثلا کلمه بله، با هر بازدمتون بله رو تکرار کنید. بله من قادرم این کار رو انجام بدم. بله من میدونم در بدنم چه اتفاقی میفته. بله من میتونم به انرژی بدنم، به فیزیولوژی بدنم اعتماد کنم. بله دهانه رحم بازتر شد. بله این انقباض هم در عرض چند ثانیه تمام میشه. تمرین بعد، به دم و بازدمتون توجه بکنید و کلمات بازشو رو تکرار کنید همراه با بازدمتون. این کلمه تداعی باز شدن دهانه رحم رو برای شما انجام میده. بر تنفستون تمرکز کنید. بر انقباض و درد ناشی از اون تمرکز نکنید. توجهی به انقباضات نکنید. تمرین بعدی، بر کلمه رها تمرکز کنید. یعنی با هر بازدم کلمه رها رو تکرار کنید. کاملا آرام و رها باشید. بر دم و بازدمتون تمرکز بکنید و احساس رهایی، آسایش و ریلکس بودن بکنید. تمرینات بعدی با فوت کردنه. یعنی با هر بازدم لبهاتون رو جمع بکنید و هوا رو به بیرون فوت بکنید. به صدای جریان هوا توجه بکنید همراه با بازدم عمیق و آرام که به صورت فوت انجام میدین. استرس و فشار رو هم از وجود خودتون تخلیه بکنید و کاملا آرام و رها بشید. تمرین بعدی با فوت کردن، چشماتون رو ببندید. تصور کنید یه قایق کاغذی درست کردین و روی آب گذاشتین. با فوت کردنتون سعی کنید که اون قایق کاغذی رو حرکت بدین. تمرین بعد، با هر بازدم تصور کنید که دارید از میانه یک دایره فوت میکنید و این دایره داره بازتر و بازتر میشه و در همون حال به باز شدن دهانه رحمتون فکر بکنید. تمرین بعدی برای فوت کردن، تصور کنید که یک پر در هوا هست و شما دارید اون پر رو فوت میکنین و در هوا حرکت میدین. بر تنفستون تمرکز بکنید و بر انقباضات رحمی و درد ناشی از اون تمرکز نکنید. توجه داشته باشین که این تمرین ها فقط به عنوان نمونه و راهنما داده شده و شما میتونین به هر صورتی که مایل هستین و نیاز دارین اونها رو تغییر بدین. هدف استفاده از دم و بازدم و تنفس شکمی برای انحراف فکر از انقباضات رحمی هست. در پادکست قبل توضیح دادم که مرحله انتقالی زایمان انتهای مرحله اول و آستانه ورود به مرحله دوم زایمان هست. در این زمان که انقباضات رحم به حد اکثر شدت و مدت خودشون میرسن، ممکنه احساس زور زدن ایجاد بشه. اما توجه بکنین که در این مرحله دهانه رحم به طور کامل باز نشده و زور زدن زود هنگام میتونه باعث خستگی مادر و آسیب به دهانه رحم بشه. در واقع زور زدن که به منظور خروج جنین انجام میشه فقط مربوط به مرحله دوم زایمانه، یعنی زمانی که دهانه رحم به طور کامل باز شده. پس در مرحله انتقالی اگر احساس زور زدن ایجاد شد باید از اون پیشگیری کرد، یعنی باید از زور زدن اجتناب کرد، از زور زدن زود هنگام اجتناب کرد. در این زمان اگر دچار چنین وضعیتی شدین به راهنمایی ماما توجه بکنید و با استفاده از این روش‌هایی که خدمتتون میگم از زور زدن زود هنگام اجتناب بکنید. اول اینکه باید در پوزیشن مناسب قرار بگیرید، یعنی یا در حالت 4 دست پا قرار بگیرید و یا به پهلو دراز بکشید و بعد شروع بکنید به تنفس به حالت نفس زدن. یعنی دیگه از اون تنفس شکمی
دمهای عمیق، بازدمهای آهسته و طولانی استفاده نمی کنیم، بلکه تنفس ها، دم و بازدم ها باید کوتاه و سطحی باشند. باید دم و بازدم های سریع، دم از بینی، بازدم از دهان، با هر سرعتی که میتونید باید این کار رو انجام بدید. یه حالتی که بهش میگن نفس زدن. تا اتمام انقباض باید روی همین حالت بمونید و به صدای هوای بازدمیتون تمرکز بکنید. بعضی افراد زمانی که دردی رو احساس میکنن نفسشون رو حبس میکنن. نکته خیلی مهم در مورد انقباضات رحم در مرحله اول زایمان و درد ناشی از اون اینه که در این زمان هرگز نباید نفستون رو حبس کنید. حبس کردن نفس در این زمان باعث تشدید درد زایمان میشه. بنابراین مزایای تنفس شکمی را همواره به خاطر داشته باشین و در زمان انقباضات بر انجام دم و بازدم‌های عمیق و منظم شکمی تمرکز بکنید. همراه با هر بازدم درد، ترس، فشار، استرس، هر احساس ناخوشایندی رو از وجودتون تخلیه بکنید. تعداد تنفس، سرعت و ریتم تنفستون به نیاز شما در زمان زایمان بستگی داره. در طی زایمان با توجه به شدت هر انقباض ممکنه از ریتم آهسته، متوسط یا سریع تنفس استفاده بکنید. آموزش‌های مربوط به مرحله دوم زایمان مفصل هستند و پادکست‌های جداگانه‌ای رو می‌طلبند، اما در این پادکست فقط می‌خوام در مورد نحوه تنفس در مرحله دوم زایمان صحبت کنم. شما در مرحله دوم زایمان از تکنیک تنفس برای زور زدن و کمک به تولد نوزادتون استفاده می‌کنید. در مرحله دوم زایمان برخلاف مرحله اول شما باید پس از دم عمیق برای مدت نسبتاً طولانی، حد اکثر 10 ثانیه، نفستون رو حبس و داخلی بکنید تا بتونید با استفاده از عضله دیافراگم بر روی رحم فشار وارد بکنید. بنابراین میبینید که تنفس در این مرحله با تنفس در مرحله اول متفاوته. در مرحله اول شما به هیچ وجه نفس و حبس یا داخلی نمی کردیم. ولی در این مرحله باید نفس و حبس و داخلی بکنید بعد از دم عمیقی که میگیرید. به عبارت دیگه برای استفاده درست از نیروی عضله دیافراگمتون لازمه که در شروع هر انقباض یه نفس خیلی عمیق بکشین و سپس نفستون رو حبس و داخلی بکنین، یعنی با کمک احتباس نفس عضله دیافراگم رو به سمت پایین فشار بدید. اهمیت وضعیت‌هایی که فاصله بین دیافراگم و رحم رو کاهش بدن در اینه که شما میتونید فشار ناشی از داخلی کردن نفس رو به دیافراگم و خیلی راحت‌تر به رحم منتقل بکنید. اگه مایل هستید که در مورد نحوه زور زدن در مرحله دوم زایمان و وضعیت‌های مناسب برای این مرحله اطلاعات کافی داشته باشین، سابسکرایب بکنید و در کانال مشترک بشین تا پادکست های آموزشی کانال رو بعد از انتشار بلافاصله دریافت بکنید. تنفس در مرحله دوم زایمان به این صورت هست که شما با شروع انقباض یه دم عمیق میگیرید و بعد از اون نفستون رو حبس میکنید. در واقع نفس رو حبس و داخلی میکنید، یعنی سعی میکنید با این نفسی که حبس شده بر روی عضله دیافراگم فشار بیارید و بعد این فشار رو از طریق عضله دیافراگم به رحم در حال انقباض وارد میکنید، یعنی زور زدن با کمک عضله دیافراگم. حبس نفس و زور زدن نباید برای بیش از 10 ثانیه ادامه پیدا کنه. بعد از 10 ثانیه باید بازدم بکنید و نفسگیری مجدد بکنید، یعنی دوباره یه دم عمیق و دوباره تکرار فرایند. در طی هر انقباض ممکنه شما این فرایند رو 3 تا 5 بار ادامه بدید، یعنی در طی هر انقباض 3 تا 5 بار نفسگیری کنید، نفس رو حبس کنید، زور بزنید، بازدم کنید و مجددا نفسگیری بکنید.
برای اینکه مدت زمان زور زدن مشخص بشه میتونین از همراهتون بخواین که شروع به شمارش بکنه در اون زمانی که شما نفس رو حبس میکنید و زور میزنید و تا 10 شماره که شما باید نفسگیری مجدد بکنید. در این مورد میتونید به راهنمایی تیم پزشکیتون هم توجه بکنید. اونا مدت لازم برای زور زدن و بعد نفسگیری مجدد رو بهتون میگن و میگن که در طی هر انقباض چند بار فرایند زور زدن رو در واقع انجام بدید. گاهی در مرحله دوم در مقایسه با انتهای مرحله اول فاصله بین انقباض‌ها طولانی تره که این هم باعث میشه که شما وقت بیشتری برای استراحت و تجدید قوا داشته باشید. نکته مهمی که در مورد فرایند زور زدن در مرحله دوم زایمان باید بهش توجه بکنید اینه که زور زدن در طی انقباضات مرحله دوم زایمان به هیچ وجه نباید ممتد و بدون نفسگیری باشه. حتما باید این فرایند رو همون گونه که آموزش دادم و به صورت منظم انجام بدید. دوستان اگر این ویدیو به نظرتون مفید بوده لطفاً کمک کنید که افراد بیشتری اون رو ببینن. زنگوله رو بزنید، لایک کنید، کانال رو به مادران باردار یا دانشجویان مامایی معرفی کنید. همچنین خوشحال میشم که از طریق کامنت هاتون با شما تعامل داشته باشم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم.